روز 7 فوریه دادگاه نویای سوورف ولایت طول روسیه به بررسی پرونده از شهروند تاجیکستان آغاز می‌کند. این زادگان تاجیکستان به چند مورد حمله‌های راهزنانه عیبدار می‌شوند و به آنها از 7 تا 12 سال زندان تهدید می‌کند. از مواد پرونده برمی‌آید که اعضای این بنده حمله‌های خود را مثل کینه‌های گنگستری انجام می‌دادند، ولی این گنگسترها یا راهزنان تاجیکستانی در منطقه‌های گوناگون روسیه اساساً هموطنان خودشان را غارت می‌کردند. آنهایی که از ناچاری برای پیدا کردن لقمه نان برای خانواده‌هایشان به این ملک مسافرت به مردکاری آمدند، از ماست که بر ماست. بنا به گزارش نشریه ویستی تولا، اعضای این بند گنگسترهای تاجیک اولین حمله خود را شب 8 نوامبر سال 2020 انجام دادند. آنها 5 نفر یک ماشین را اجاره گرفته، در او نقاب و در دستها دستپوشک به شهرک کتیچ‌های اکینشنه در محله ماروشینسکایا در کنار شهر مسکو آمده، از سر دیوار به درون خانه در آمده، در روی حوله در درون ماشین یک مهاجر نیز تاجیک میخوابید. آنها بر روی آن بیچاره پیستولیت مانده طلب کردند که پولهایش را برآورده به آنها دهد. آن مهاجر تاجیک نمیگوید و او را به گردنش ضربه زده دستانش را بستند. بعد این آنها در واگنچه را زده شکسته وارد آن شدند و با تهدید سلاح از یک شهروند خیتای که در داخل واگنچه میخوابید پول و تلفنش را طلب کردند. آن مرد به آنها 28,000 روبل و 2 تلفنش را داده، باز هم زیر تهدید پرول حساب بانکیش را داد. در حساب او 300,000 روبل بوده است. برای گرفتن این پول جبر دیده یکی از غارتگران را به بانکمات نزدیکترین در خیابان لنین برده است. در این بین 4 غارتگر دیگر جبر دیده اول را که هموطن خودشان بود به واگنچه در آورده ماشینش را کوفتند و از آنجا 15,000 روبل یافته این پولها را هم به یغما بردند. غنیمت به دست آورده آنها در آن شب در عموم 406,000 روبل را تشکیل داد. دفعه دوم 23 نوامبر همان سال 2020 اعضای این بند الکی 8 نفر شده در 2 ماشین باز هم درون نقاب در دستها دستپوشک به یک خانه در دهه کراسنای میخایلووا نویای سوور و ولایت تولا حمله کردند. یکی از آنها با خود پیستولیت هم داشت. آنها در این خانه را زده شکسته به پشت صاحب خانه پیستولیت ماندند و او را همراه همسرش در یک حجره محکم کرده دستانش را بستند. سپس غارتگران خانه را کوفتند ولی یگان سوم نیافته به زن تهدید کردند که پولهایش را دهد. یکی از غارتگران با کارت به شوهر زن حمله کرده و زن از ترس 20,000 روبل را که در سومکه‌اش داشت برآورده به آنها داد. غارتگران سپس زن را بسته به دهانش سکوچ زدند و از شوهر او طلب کردند که پولهایش را برآورده دهد. تحت فشار و تهدید صاحب خانه به آنها جای پولهایش را گفت و غارتگران از آشخانه 87,000 روبل را یافته گرفته از آن خانه فرار کردند. ولی همگی چند روز بعد پلیس با ایز گرم غارتگران را معاین و دستگیر کرد.